با بزرگترین چالش ما خوش آمدین. اینجا 10 اشتراک کننده داریم که قرار در 4 چالش نفسگیر با هم رقابت کنند. در پایان فقط یک از اونها قرار برنده جایزه ما شود. اما یه مالا هستین؟ بله. خب در چالش اول 2 گرانری و در هر گروه 5 اشتراک کننده است. هر تیم بنابراین خود وارد یک مستطیل میشه و تیم مقابل روبروشون حساب میشن. هر عضو تیم مقابل یک توپ داره و باید تلاش کنه تا تیم اعضای داخل مستطیل رو بزنن. در نهایت تیمی که بیشترین ضربه را بخوره بازنده است. خب شما آماده‌این؟ بله. 3 2 1 ده. یک سانه. باشیم. زدیم ما. رفت به وفایی بود. 2 1 یا زده شد. 3 2 1 نالتی 25 گیری 2 1 بابا شما دین 3 2 1 2 1 بزن. خب رسیدیم به چالش دوم. در این چالش 5 اشتراک کننده باقی مونده و هر کدامشون یک پخانه دارن. وظیفه‌شون ساده است. باید با استفاده از پخانه 6 گلاس را به خط پایان برسانن بدون اینکه از دستاشون استفاده کنند. فقط 3 نفر اول که تمام گلاس‌های خود را به خط پایان برسانه و چالش بعدی میره. یک شروع. خب با چالش سوم خوش آمدین. در این چالش 3 اشتراک کننده باقی مونده که هر کدومشون 4 توپ دارن. باید این توپ ها را با هر دو زانو محکم بگیرن و تا خط پایان برسن. 2 نفر اولی که زودتر به خط پایان برسن با چالش فاینال خواهند رفت. نفر آخر که باید به خط پایان برسنه اسفه. آمادن 3 2 1 شروع.
به آخرین چالش خوش آمدین. در چالش فاینال 2 اشتراک کننده فاینالیست داریم که هر کدامشون داخل یک دایره است و یک دایره با 7 توپ در وسط است. خب باشه، کسی که بعد از 2 دقیقه بیشترین توپ به دایرش باشه برنده. 3 2 1 شروع. خلاص جدي يا كخيري كمان تخبز كده هو اللي تقول جنبك تقول جنبك هو اللي تقول سه دو یک بشک وقت خلاصه. برنده نجیب بشک نجیب برنده سلسله خانیشتی تبریک باشه.